دارن امام حسین رو به دنیا معرفی میکنن. اون موقع است که امام آقا صاحب الزمان وقتی ظهور میفرمان 5 تا جمله میگه. نگاه کنید، عیناً من نرم افزار زدم براتون بیاد. اولا میگه الا یا اهل العالم. خواستید برقم تو روشن کنم چون یه خیلی هم مهم نیستیم، در واقع من براتون بخونم. الا یا اهل العالم انا الامام القائم. اول خوش معرفی میکنه من همان امام قیام کننده هستم. آقا برای چی؟ نمیگه یا اهل الاسلام یا ایها المسلمون، نمیگه آی مسلمونا، یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا، من همون امامم. الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام کشندم. انتقام چی رو میخوای بگیری؟ انتقام شما رو از داعش، انتقام شما رو از اون کسایی که بچه سر میبرن، انتقام شما رو از اون کسایی که بچه سر میبرن رو میندازن جلو ها. بعد از اینجا به بعد خیلی عجیبه، 5 تا جمله داره امام زمان، از 5 جملهش 4 تاش مرتبط با امام حسین. جمله سوم الا یا اهل العالم ان جد الحسین قتلوه عطشانا، من پسر همون حسینی هستم که عطشان سرش را بریدند. الا یا اهل العالم، آی مردم دنیا، ان جد الحسین طرحوه عریانا، بیدار باشید ای اهل عالم که جد من حسین را عریان به روی خاک افکندند. الا یا اهل العالم، 5مین جمله حضرت، ان جد الحسین سحقوه عدوانا، آگاه باشید ای جهانیان که جد من حسین را از روی کینه توزی پامال کردند. چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه، اینا دارن با دست خودشون و دست پنهان شیطانی داره کاری میکنه و مکر الله والله خیرون. آره، داره امام حسین به مردم دنیا معرفی میکنه. من امروز میخواستم اینو بگم در آستانه اربعین، این راه پیمایی باید خرج امام زمان بشه. اون کسایی که دارن میرن الان تو این سالن نشستن یا بعدن این دوستان قول دادن سری کلیپشو بزنن تو اینترنت، این کلیپو میبینن تا جایی که میتونن تو اون راه پیمایی عناصر و شعارهایی با خودشون ببرن که یادآور مهدویت بشه. یا لسارات الحسین دستشون بگیرن، پرچم خونخواهی ابا عبدالله، عین طالب و دم المقتول به کربلا به دستشون بگیرن. اون کسایی هم که نمیتونن برن به هر دلیلی، به اینترنت که دسترسی دارید که زیرنویس کنید، انگلیسی، عربی، فرانسه، هر چی بلدید کلیپ بسازید، خب معرفی کنید کیو؟ همان کسی که چی؟ طرحوه عریانا قتلوه عطشانا، امام حسین رو معرفی کنید و به مردم دنیا بفهمونید. بگید آی مردم دنیا، ما منتظر همین آقاییم، او با شماها کاری نداره، با بچه کشا کار داره، با هیچ کدوم. آی مردم دنیا، ما منتظر اون آقایی هستیم که همین داعشیان ما رو دارن میکشن، دستشون برسه زبان املال او رو هم میخوان به شهادت برسونن، پس او حسابش جداست. اینا پرچم‌های سیاه نیستن. اگر هم کسی بخواد پرچم‌های سیاه باشه، ماهاییم که پرچم عزای حسین در روز اربعین به دست گرفتیم داریم میبریم. خوب نیست این پرچم‌های رنگ و رنگی که توی عزای ابا عبدالله دارن یه دی دست میگیرن. اینا مال 3 شعبان مد شده، دیدن پرچم قرمز و زرد و نمیشه، این خوب نیست. پرچم عزا مشکیه، این رنگ ماه، این رنگ ماه. 1200 سال پیش اماممون گفت زیارت اربعین، میدونست نجات رو میده، میدونست خودمون شعور این کارو نداریم، از دست اینا در بیاییم، نمیتونیم، راهشو گذاشت. گفت اگه عقل دارید به حرف ما گوش کنید، راهکار بازم دست ماست. امام حسین رو معرفی کنید، به مردم دنیا بگید، انگلیسی بلدید، بگید ما منتظر son of منیم، پسر انسان که تو انجیل آمده، 85 بار اسمش اومده و قطعا او عیسی نیست، چون عیسی son of گاده، پسر خدا. خدای ما هم حکیم بود، میخواست اسم بیاره، میدونست اینا بعدن به عیسی میگن خواهن بگن خدا، به منجی نگفت، منجی گفت چی؟ son of من، پسر انسان. اون آیه انجیل رو براش بیارید که حضرت عیسی میگه من و پسر انسان با هم میاییم. بگیم تو منتظر son of God باش، ما منتظر کیم؟
سان آف من با مسیحی ها کاری نداره، بهشون بگید. این کاری که از دست ما برمیاد صدا ما انجام نمیده، حالیش نمیشه، سر در نمیاره، کسایی دیگه بلد نیستن، این کار از دستون برمیاد که بگیریم کلیپو با به خدا قسم جمعیت چند صد نفری که شما همین اینجا نشسته هر کدومتون بخواد یه دونه کلیپ بذاره تو 10 تا سایت بخواد پخش بکنه، هیچ کی نمیتونه جلوی موضوع بگیره. ما خودمون کار نمی‌کنیم. بلد باشی شیعه رو معرفی کنی، بگید ما مظلومیم، ما رو هم دارن میکشن. سفیانی این ماجرا حذف شده، بگید امام ما بیاد با سفیانی میجنگه و با صهیونیستا میجنگه. با سفیانی همینان اگه قرار باشه به تطبیق باشه به اینا بیشتر میخوره تا بخوان اینا حاملان پرچم‌های سیاه باشن. ببین چه جوری دارن دین و پوستین وارونه کردن، تن مردم کردن. ببین چه جوری دارن ماجرا رو میچرخونه که فکر کنید کیا رو دارن منتظر مهدی جا میزنن. وظیفمون عزیزم، ما اون دنیا پوستمون رو میکنن اگه همین 4 تا کار آسون هم انجام ندیم. هر کسی باید بتونه تو اون حوزه کاری خودش ورود پیدا کنه بره. اگه معلمی تا که اصلا تربیت معلم فکر کنم معلم معارف باید امام زمان بفهمونه بچه‌ها، کی گفتن چه حرفی؟ همه باید حضور پیدا کنن. هر کسی با زبان علم خودش بچه رو برسونه به دین، با زبان عقلانیت. خیلی وقتا شده تجربه نشون داده این بچه‌ها از معلم ریاضی اثرپذیری بیشتری دارن، اثبات شده برای ما. از استاد شیمی اثرپذیری بیشتری داشتن. این وظیفه‌مونه، چشمون کور دندمون نرم. برید کار رسانه‌ای بکنید، تو هر شغلی هستید. رفتگری گفتم داری جارو میزنی بگو زیر پای شیعه‌ها رو دارم جارو میزنم، تمیز بذار جارو بزن. همه چی تو میتونه خرج اون زمان کنی. چقدر خوب که مقامی داشته باشیم برای آموزش. همه ما میتونیم معلم باشیم. ببین حقایقو بگیم. ببین من 2 تا 4 تاشو گفتم دیگه، پخش کردنش به شما. همین اصلا تو اینترنت بزنید پسر انسان در انجیل، منظور از پسر انسان در انجیل کیست؟ اینقدر مقالاتش بیاد. در عیسی و پسر انسان در یک آیه، هر دو تا آیه اومدن، من و پسر انسان با هم می آییم. ببینید هست اینا. پر کنید به انگلیسی، بزنید به زبان ببینید آقا who is امام حسین؟ امام حسین کیه؟ who is مهدی؟ who is son of man؟ اینا که معرفی کنید، پخش کنید. یه زبان این ساده انگلیسی میخواد، همه بلدن. خیلی کلاس زبان میرن و این چیزا ساده، خیلی نمیخواد پیچیده باشه. بلد نیستید برید پول بدید جارو ترجمه بگید این کلیپ زیرنویس فارسی شده برای ما دقیق انگلیسی ترجمه کن. یکی بعد دستون برمیاد که هیچ کدوم این دستون بر نمیاد. کلیپ کسی دیگه تولید کرده پخش کن تو اینترنت. نمیشه هیچ کاری ازت بر نیاد. این بزرگترین فرصتی است. امثال داعش و اینجور چیزا تهدیدن، درسته؟ به خدا قسم خدا بر ما فرصت به وجود آورد. من به این داعشا بودی ما هیچ وقت نمیتونستیم اینجوری امام حسین رو به دنیا معرفی کنیم و معرفی امام حسین یعنی تعجیل در فرج. چرا؟ چون امام زمان قرار خودش با ابا عبدالله معرفی کنه. و چقدر اوضاع اون کسایی که دارن امام حسین رو بد نشون میدن با عمل کرده غلطشون، با غم زنی و نمیدونم از این داستان، چقدر اوضاع اینا خرابه. حالا دیدی چرا سری غم زنی میکنه؟ خبر اول نگران شیعه معرفی بشه، نگران عقلانیت شیعیه. برید کار بکنید، نگید نمیشه، نگید نشدنیه که خیلی حرف بی جاییه. همه ما میتونیم یک بخشی یه نخودی تو این آش بندازیم. هر کسی تو قد و قواره خودش. من عموما هم دیدید این حرکت ها رو دوست دارم خودجوش انجام بشه. آقا آبلی سوزی رو انداختیم، برید ببین الان امروز چی شده. از فرانسه، از اسپانیا، کشور دیگه اومدن دفتر ما میگفتن آقا دمتون گرم چیکار کردید. شما دید 2 سال 3 سال خود مصاف آتیش داد، بعد چیکار کرد؟ خودشو کشید کنه که خودتون آتیش بدید. ما فیلمشو براتون میذاریم. سر احیای نیمه شعبان چطور بود؟ همین جوریه. از این پتانسیل عمومی میشه استفاده کرد. امروز اولویت تا 40 این کار باید انجام بشه. منتها معقول تو فضای سایبری نمیخواد در دیوار بنر بزنید و باز بهتون گیر بدن نمیدونم آینه کجا مجوز گرفتی، یا برید قانونی کار انجام بدی درست. خب
اما مردم بفهمونین که امام زمان عجل الله این خیلی بده، این خیلی بده که ما چون 4 تا گروه انحرافی دم از مهدویت میزنن کلا خودمون مهدویت رو ول کنیم. ما مهدویت رو بذاریم کنار. چرا؟ چون حجتی دم از مهدویت میزنه، نمیدونم جریان انحرافی دم از مهدویت میزده، حالا بیایم ما مهدویت کلا بذاریم کنار. خب این که خریته که من امام زمانم بذارم کنار بخاطر یه چیز دیگه. برعکس اگه درستاش می اومدن وسط، این جغل مغله ها جرأت بروز پیدا نمی‌کردن. آقا تهمت میزنن حجتی، خب بیا آقا بگو من بر مبنای آرمان‌های نظام این مهدویت رو قبول دارم. متموشه این اتهام از تو بری میشه دیگه. از این اتهام بری هستی تو، به سادگی میشه این کارو کرد. القصه امروز گوش دنیا همه حواسات تو عراق، همه دارن داعش میکنن، تحرکات داعش رو زیر نظر گرفتن. بهترین فرصتی که از این استفاده بشی. توی جودو یه نفر که به تو حمله میکنه تو هم حمله نمیری تو شکمش، از زور خودش استفاده میکنی. داره میاد سمت تو، یه خورده میکشیش، یه پا میذاری جلوش، پرتش میکنی. از انرژی خودش استفاده میکنی. اونا این همه انرژی گذاشتن داعش رو رسانه‌ای کردن که اسلام بزنن. بهترین فرصت اثبات کنی بهشون بفهمونی شیعه یعنی چی. چون داری خون میدی. چون از امام حسین یاد گرفتی یه جایی با خون دادن باید اثبات کنی که جدایی از یه ماجرایی. تو که داری خونو میدی، تو که داری شهیده رو میدی، خب این بلد باش درست کار رسانه‌ای کن. بابا ابو عبدالله خون داد، حضرت زینب کار رسانه‌ای کرد. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. تو کربلا نبودی؟ پیام کربلا رو که میتونی به گوش مردم دنیا برسونی. کاری که حضرت زینب انجام داد. این وظیفه من و تو امروز. کلام دور امام حسین ما اومده گفته آقا دین ندارید. خیلی قشنگه حرفا. چرا؟ چون خیلی کسایی که مخاطب ما امروز دین ندارن تو دنیا. میگیم آزاد مرد باشید، بچه رو کشتن نامردی. به خدا یارو از فرانسه اومده بود تو دفتر ما نشسته. من ماجرا حضرت علی اصغر رو براش داشتم تعریف میکردم، مات مونده بود. ماجرا حضرت عباس رو تعریف کردم، مات مونده بود. من داشتم تعریف میکردم که بچه دفترم گریه میکرد، انگار من دارمش روزه میخونم. گفتم چرا ما 35 سال موندیم؟ ها تو جوابم بده. گفت نمیدونم. گفتم چرا ما تونستیم 35 سال؟ میگفت اینا خیلی زورشون زیاده، این صهیونیستا پدر ما رو در میارن فلان. ترسیده بود بنده خدا. گفتم ما چه جوری 35 سال موندیم؟ خدا مدام قبول نداشت. اما از صهیونیستا بدش میومد، زبان فطرت رو قبول داشت. فهمیدی؟ از ظلم بدش میومد. گفتم چه جوری؟ گفت من نمیدونم چه جوری موندیم. گفتم ببین تو که دین نداری که، دین نداشته باش. بیا من بعد یه الگو معرفی میکنم. گفت کی؟ ماجرا حضرت عباس بود. گفتم ببین ما تو جنگمون همه چیو به هم دیگه میدادن، ایثار میکردن. این چرا؟ گفتم از عباس یاد گرفتن. گفت چی یاد گرفتن؟ گفتم آب نخورد. اگه هرکول و مرکول و اینجور چیزا داستانه واقعیه، دینو قبول نداری؟ چه کار قشنگی کرد به بشری، به بعد از ما. به خاطر این ما چون اهل ایثاریم نمیتونن ما رو از جونمون نمیتونن بدرسن. بعد گفتم امام ما 6 ماه رو گرفت برد بالا، گفت آقا با من جنگ دارید دیگه، این بچه چه گناه کرد؟ آب بهش بدید. بعد زدن. گفتم پذیراست برای تو؟ گفت نه. گفتم دیدی با همه حرف زده حسین ما. او گفته آی مردم، او فقط به سپاه یزید نگفت، به کل مردم گفت، کل اعصار تاریخ بمونه. دین ندارید؟ مرد باشید. بابا اونی هم که تو اروپا می اومد به نفع مردم غزه تو خیابون ریخته بود، دعوا میکرد. تو فرانسه قانون گذاشته بودن هر کی به تو تظاهرات علیه اسرائیل میفرستیمش زندان. بازم اومدن. برای چی؟ میگه آزاد مردن، مرام دارن، معرفت دارن. برید با مرامای دنیا رو پیدا کنید، برید حرای دنیا رو پیدا کنید. خوشگل کلام حسینی رو برسونید، کفشش میندازه تو گردنش برمیگرده. پس اینه که امام حسین میشه کلید رمز ظهور، چون تربیت میکنه جامعه ای رو. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. امیدوارم